اتق الله حیث ما کنت، هر جا که باشی از الله بترس، از الله پروا بکن. و اتبع السیئة الحسنه، و بعد از هر کار بدی و هر کار زشتی که انجام دادی یک کار خیر انجام بده. آخه چی؟ توصیه مهربانانه ای است. و اتبع السیئة الحسنه تمحها، بعد از هر بدی کار نیکی رو انجام بده که نیکیت گناهت رو از بین میبرد و پاک میکنه. و خالق الناس بخلق حسن، و با مردم با اخلاق زیبا و شایسته برخورد بکن.